نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. دوستان عزیزان محترم، امروز مصادف و 15 بهمن سال 1396 و از نظر تاریخ عربی مصادف و 17 جمادی الاول 1439 هجری قمری و 4 فوریه سال 2018 میلادی. ماه فوریه از ماه‌های میلادی سوالی مطرح شده به نسبت روز 14 فوریه که در نزد یهودی ها، مسیحی ها، اروپایی ها همین روز 14 فوریه را نامگذاری کردن به روز ولنتاین یا ولنتاین که این چه روزی هست. دوستان خواستن این مسئله وضاحت بشه و حکم بزرگداشت چنین روزی از نظر اسلام چی هست. خوب است بدانیم که ملت یهود و نصارا این 14 فوریه را به روز ولنتاین نامگذاری کردند و خیلی از مسلمان های عرب هم از همون فرهنگ غرب متأثر شده این روز را نامگذاری کردن به روز عید الحب، یعنی به معنای روز عشق یا روز محبت. چنانکه در ما بین ما مسلمان های فارس زبان هم این روز ولنتاین یا همون عید الحب را به نام روز عشق نامگذاری کردن با متأثر شدن از فرهنگ غرب. اول خوبه بدونیم که واقعه تاریخی این ولنتاین یا ولنتاین چیه. از نظر تاریخی علما این را تحقیق کردن و بررسی کردن، رسیدن به قرن 3 میلادی، یعنی قبل از اظهار نبوت رسول خدا علیه السلام، چیزی در حدود 300 سال قبل از نبوت رسول خدا علیه السلام. در همون سالها یعنی 1700 سال پیش امپراتوری از امپراتورهای روم شخصی بوده به نام کلادیوس دوم. این شخص برای اینکه اون جمعیت نظامی خودش را در اون زمان منسجم و محکم نگه داره، سربازانش را مجبور کرده بود که شما حق ندارین ازدواج بکنین. چرا؟ چون که اگر شما ازدواج بکنین بحث خانواده و مریضی و بچه داری و خانواده داری پیش میاد و شما در جنگ هایی که در پیش ما داریم شما نمیتونین به نحو احسن انجام وظیفه بکنین، مرخصی شما زیاد میشه، مشکلات شما زیاد میشه، لذا شما حق ندارین که ازدواج بکنین. حالا در این مابین کشیشی به نام ولنتاین یا ولنتاین مخفیانه اقدام به بستن نکاح مردم و همین سربازان کرده بود و از اون طرف این امپراتوری دوم کلادیوس از این مبحث و از این کار مخفیانه این کشیش ولنتاین با خبر شده و او را دستگیر میکنه و میفرسته به زندان. این شخص هواپرست، این شخص کشیش ولنتاین وقتی در زندان هم که میره عاشق همون دختر زندانبان شده و خیلی نغمه های عاشقانه و سرودهای عاشقانه هم برای دختر زندانبان هم سروده. دنبال هوا و هوس خواهشات نفسانی خودش بود و از اون طرف دوست داشته که با اونم ازدواجی بکنه، منتها اجل ایشون را مهلت نمیده و به حکم کلادیوس دوم در 14 فوریه سال 270 میلادی یعنی قرن 3 میلادی او را به حکم همون امپراتوری همون زمان او را به دار میآویزن و او از این دنیا به درک واصل میشه. طبق روایت دیگر این 14 فوریه روز عید بتپرستان روم باستان بوده. از قضا ظاهرا این کشته شدن کشیش ولنتاین هم ظاهرا در این روز مصادف شده، یا خلاصه بعداً همین روز عید بتپرستان را که همون 14 فوریه بوده به نام همین کشیش ولنتاین نامگذاری کردند و قبل از
این هم همون روزا جشن میگرفتن. این روز وقتی که به نام ایشون نامگذاری شد، این را گفتن روز عشق و روز محبت و همین مسائلی که امروزه در مابین ما مسلمان ها هم این افکار پیش آمد. کشته شدن این کشیش هوسباز مردم را وادار کرده که او را به نام قدیس، یعنی الگو و اسوه خودشون قرار بدن. اینطور وانمود کردن که بله این کشیش ما در راه دین خدا و دین پیامبر ما، چرا که به خاطر نکاح شرعی این کشته شده و فلان شده. خلاصه او را به نام قدیس ولنتاین نامگذاری کردند و از اون روز به بعد در همون 14 فوریه، یعنی در چیزی در حدود 1700 سال پیش بیشتر، از همون موقع همین روز را به نام روز ولنتاین یا جشن روز ولنتاین کفار نامگذاری کردند و از همون موقع دارن این روزا به نام عید دارند و خودشون دارند در این روزا خوشگذرانی ها و شاهباشا و شادباشا میکنن. و عجیب این که در چنین روزی کفار دختران و پسرانشون، زنان و مردانشون در این روز به هم دیگر کادوها هدیه میدن و عرض حضور کارت تبریک ها به هم دیگه هدیه میدن و خیلی از موارد من دوست ندارم به زبان بگیرم عاشقانه ما بین خود دارن و حتی اروپایی ها و امریکایی ها این روز را از اون معدود روزهایی میدانن که در این روز این روابط نامشروع جنسی به حد اعلای خود در اون روز میرسه در کشورهای اروپایی و امریکایی. حالا خلاصه این که این روز ولنتاین در نزد کفار یهودی و مسیحی به عنوان یک مناسبت عید جنسی در ما بین همونا این معروف است و در این روز خیلی از کارهایی که خلاف عفت و پاکدامنی و خلاف انسانیت هست در اون روز متاسفانه مرتکب میشن. حالا مشکل اینجاست که خیلی از مسلمان ها هم برای بزرگداشت چنین روزی عرضم حضور شما که اقدام کردن و این روز را روز عشق و محبت نامگذاری کردن و در این روز همون کارهایی را میکنن که کفار دارن میکنن، کافران دارن میکنن. حالا سوال اینجاست آیا برای ما به عنوان یک فرد مسلمان آیا چنین اجازه‌ای هست که ما اون روزهایی را که کفار در ما بین خودشون بزرگ می‌دارند و عید قرار میدن، آیا ما به عنوان یک مسلمان حق داریم چنین مشابهتی با کفار پیدا بکنیم؟ حالا کسی منکر محبت ما بین زوجین، ما بین اون اشخاصی که نکاح اسلامی با هم دارن، کسی منکر این نیست. اما صحبت سر اینه که آیا برای ما مسلمان ها به عنوان یک مسلمان آیا شبیه شدن به کفار در چنین روزهایی و با این القاب و با این نام ها آیا جایز هست یا نه؟ و این عید کفار که یکی از کثیف‌ترین عیدهای کفار هست که عید این اطفاء غریزه جنسی هست، آیا برای ما مسلمان ها برای اظهار عشق محبت به یک دیگر آیا برای ما اجازه است که ما خودمون را شبیه اونا قرار بدیم؟ و حکم کسی که چنین مواردی را مرتکب میشه به نام مسلمان، حکم چنین شخص چیه؟ و آیا این عاقلانه است واقعا ما به عنوان مسلمان که بهترین امت در ما بین امتها و بهترین کتاب برای ما هست و بهترین پیامبر برای ما هست و بهترین دین برای ما هست، آیا برای ما چنین چیز جایزه که ما خودمون را شبیه اونا قرار بدیم؟ اولا در صحیح بخاری نبی خدا علیه السلام حدیث گرامیش را علما آوردن. نبی خدا علیه السلام از این که امت او در آینده به دنبال یهود نصارا خواهند افتاد خبر داده تا ما دنبال از جمله اون چنین مسلمان های قرار نگیریم. فرمودن نبی خدا علیه السلام لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر و ذراعا بذراع حتی لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. نبی اسلام فرمودن که بله ای امت من، شما پیروی و قدم به قدم و نقش بر قدم اون امتهای گذشته خواهید نهاد، حتی که وجب به وجب و ذراع به ذراع اگر اونا کسی از همین امتهای گذشته اگر چنانچه در سوراخ و سوسماری هم رفتن لسلکتموه، شما امت محمد هم همونایی که به نام مسلمانن شما هم سعی میکنین که ادا و اطفار همون امتهای گذشته را در بیارین. اگر چنانچه در یک سوراخی رفتن شما میخواین به مانند همونها در یک سوراخی که اونا رفتن شما هم بروید. قلنا یا رسول الله الیهود و النصارى، صحابه پرسیدن یا رسول خدا منظور شما
از این گفته که شما تابع امتهای گذشته خود قبل از خود میشوید، منظور شما یهود و نصارا هستن؟ یعنی که امت محمد صلی الله علیه وسلم تابع یهود و نصارا، شبیه یهود و نصارا، تابع فرهنگ غرب یهود و نصارا میشوند؟ نبی اسلام فرمودن فمن، اگر اینا نباشن پس چه کسی مراد هست؟ نبی اسلام در همون زمان طبق اون علمی که الله متعال از انباء الغیب، از خبرهای غیبی به نبی اسلام داده، نبی اسلام پیشگویی فرمودن که بله در امت او چنین اشخاصی خواهند بود که تابع فرهنگ و منش و زندگی یهود و نصارا خواهند شد. پس این نهایت بیغیرتی دینی ما هست که ما بیاییم به نام مسلمان خود را تابع یهود و نصارا بکنیم و چشم بسته از فرهنگ اونا پیروی بکنیم، در حالی که رسول خدا علیه السلام امت خود را تهدید نمودن، ترساندن، باز داشتن از تشبه به یهود و نصارا. اینجا دو مسئله هست، یکی تخلق هست و یکی تشبه هست. شاید بعضن بگن دوستان که ما حالا قلباً که یهود و نصارا را مبغوض میدانیم، بد میدانیم، حالا به این روز ما بهانه به هم دیگه هدیه میدیم. نبی اسلام فرمودن من تشبه بقوم، هر کسی که از نظر ظاهری ولو اینکه قلباً چنین عملی را دوست نداشته باشه، از نظر ظاهری خودش را به کدام قومی شبیه بکنه، او هم از همون قوم محسوب میشه. تخلق این است که ما اخلاقیات و خصوصیات و تفکرات و تعقلات قوم یهود و نصارا و دیگر ادیان غیر از اسلام را بپسندیم. اینو میگن تخلق به غیر دین خدا. و تشبه این را میگن که شخص قلبا این چیزا را مبغوض میدانه، بد میدانه، ولی از نظر ظاهری خودش را به امتهای دیگر شبیه میکنه. نبی اسلام فرمودن در حدیث صحیح آمده لیس منا من تشبه بغیرنا، از امت مقبول ما نیست، از امت دوست داشتنی ما نیست، از امت محبوب ما نیست. یعنی این شخصی که من تشبه بغیرنا، به غیر از ما خودش را شبیه بکنه، به غیر امت محمد صلی الله علیه و سلم خودش را شبیه بکنه، نبی اسلام فرمودن که چنین شخصی از امت محبوب من نیست، این از اون امتیان من نیست که من او را دوست داشته باشم و این در نزد خدا محبوب باشه. لا تشبهوا بالیهود و النصارى. نبی اسلام فرمودن که شما خود را مشابهت ظاهری، تشابه ظاهری با یهود و نصارا نکنید. لذا اون خواهران و برادرانی که به نام مسلمان آمدن این روز ولنتاین، روز عشق و محبت نامگذاری کرده و در این روز به هم دیگر هدیه ها میدن، کادوها میدن و همینطور به هم دیگر تبریک ها میگن، لازمه که چنین گفتار نبی خدا صلی الله علیه و سلم آویزه گوش خودشان بکنن که نبی صلی الله علیه و سلم لیس منا، از امت ما نیست اون کسی که خودش را به یهود و نصارا شبیه بکنه. و وای به حال اون زنان و اون خواهرانی که خودشون را با اون لباس های تنگ، با شلوارها، با نیمه شلوارها، با نیمه لباس ها در ملأ عام دارن اون فرهنگ غرب و یهود و نصارا را پوشیدن و به اون افتخار میکنن. وای به حال چنین مسلمان هایی. و بالاتر از این بحث حدیث نبی الله متعال در قرآن ما را از دوستی با کفار، از محبت با کفار، نبی الله متعال خود در قرآن این را منع کرد. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمین. الله متعال فرمودن یا ایها الذین آمنوا، سوره مائده آیه 51. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یهودیان را، مسیحیان را دوست نگیرید، با آنها دوستی نکنید، با آنها محبت نداشته باشید. بعضهم اولیاء و بعض یهودیان مسیحیان بعضی کمک یاور هم دیگر هستند برای نابود کردن دین اسلام. و من یتولهم منکم فانه منهم. الله تعالی تهدید فرمودن هر کدام از شما که با یهودی ها دوستی بکنه، با مسیحی ها دوستی بکنه، با اون غیر مسلمان ها اظهار محبت و دوستی داشته باشه، الله تعالی فرمودن که این شخص از همون جماعت و از همون گروه محسوب میشن. بعد دنبال الله تعالی فرمودن که ان الله لا یهدی القوم الظالمین، الله تعالی قوم ظالم را هدایت نخواهند کرد. دیشب با یکی دوستان
همین همشهریای خودمون رفته بودم برای خرید اساس خانه، لوازم خانه رفته بودم، دیدم که بله مسلمان داره فیلم یهودی ها را نگاه میکنه، مسیحی ها را نگاه میکنه. بعد همین آیه را براش خواندم، گفتم که الله متعال فرموده که لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، شما یهودیان مسیحی را دوست نگیرین. حضرت این چیزی که شما دارین نگاه میکنین، در مغازه خودتون آوردین، در خانه خودتون آوردین، این اصلا جایز نیست. گفتن حالا ما فیلمش نگاه میکنیم. همینجوری گفت ما فیلمش نگاه میکنیم، حالا با اینا ما محبت نداریم، ما با اینا دوستی نداریم. گفتم بابا شما اینو جزو خانواده خودت کردی. دوستی این را میگن که شما سر خیابان کسی را ببینی اظهار محبتی بکنی. شما این یهودی ها و مسیحی ها را به وسیله این رسانه آوردی در خانه خودت، به همراه چای میخوری، به همراه غذا میخوری، به همراه هم میخوابی، به همراه همون لذت جوی خودت را میکنی و بعد میگی که بله من با اینا محبت ندارم. فرمودم بله شما محبت نداری، اینو جزو خانه خودت، خانواده خودتون قرار دادی، جزو عضو خانواده خودتون قرار دادی. خیلی بالاتر از محبت ظاهری و سر خیابانی هست. بعد الله متعال در سوره آل عمران آیه 28 باز فرمودن لا یتخذ المؤمنون الکافرین، مؤمنان حق ندارن کافران را دوست بگیرن، نگیرن مؤمنان کافران را دوست. و من یفعل ذلک، کسی که با کفار دوستی بکنه، الله تعالی فرمودن فلیس من الله فی شیء، این در محبت خدا این هیچ حصه‌ای نداره. ادعا مسلمان هست ولی اون شخصی که کفار را دوست داره، مراسم کفار را دوست داره، با کفارها قراقاتی هست، لباسای کفار را دوست داره، الله تعالی فرمودن که این شخص از دین اسلام هیچ حصه‌ای نداره. لذا ادعای زبانی چیزی هست و عمل به قرآن و سنت چیزی دیگر هست. امروز هم دوستی زنگ زدن گفتن که حضرت من صدقه میدم، من نماز نمیخوانم، صدقه این من قبول میشه یا نه؟ گفتم عملکرد شما به مانند اینه که شما پدری هستی، فرزندانی داری، این فرزندان شما حرف شما رو گوش نمیکنن، دوستان فرزندان شما حرف شما رو گوش نمیکنن، دستورات شما رو انجام نمیدن، با اون چیزایی که شما گفتی کار ندارن، رفتن خدمت مردم را میکنن، جاروی درب منزل مردم را میکنن، برای ساختمان سازی مردم دارن کمک میکنن، برای یتیم های مردم دارن کمک میکنن، با گفته های شما کار ندارن، خدمت دارن مردم دارن میکنن. گفتن شما به نسبت این خدمت آیا از فرزندانتون تشکر خواهید کرد یا بیشتر از بیشتر از اونها بدتون خواهم؟ گفت من از اونها بدم میاد، چرا که اینا گفته های من را انجام نمیدن، افتادن دنبال مردم. گفتم شما هم همینطور، وقتی شما نماز نمیخوانی به دیگران خوبی میکنی، وقتی شما خلاف حکم خدا و رسول خدا در زندگی میکنی، به مخلوقات الله متعال شما محبت میکنی، الله متعال هرگز این محبت شما را قبول نخواهد کرد. حالا برسیم به جواب سوالات و بحث را انشاءالله تمام بکنیم. با دلایلی که بنده برای شما اظهار کردم این موضوع واضح شد که آیا برای ما به عنوان یک فرد مسلمان اجازه هست چنین روزهای بزرگ بداریم؟ هرگز چنین اجازه نیست. در اسلام برای محبت به فرزندان، به والدین، به دیگر دوستان، به زوجه، به زوج خود، برای این ما هیچ نیازی به رسوم عید و مراسم کفارگونه و کافران نداریم. شما هر روز محبت بکنید، هر روز کادو بدین، هر روز اظهار محبت بکنین، هر روز نامه‌های عاشقانه بنویسین اگه میخواین بنویسین، هر روز با این کادوهای خوب تشکر بکنین. چرا برای اظهار محبت بیاییم اون روزی که کفار، اونم روز عید کفار، اونم پلیدترین عید اونا که روز اطفای غریزه جنسی، عید غریزه جنسی اونا هست، در این روز خودمون را به خاطر هیچ پوچ خودمون را شبیه کفار بکنیم؟ چه فایده از این برای ما هست؟ و دوم اینکه اگر کسی مسلمانی بیاد چنین روزهایی را بزرگ بپنداره و بزرگداشت بکنه و خودش را شبیه کفار بکنه، حکمش را رسول خدا دادن که لیس منا، این شخص از امت ما نیستن. و هرگز برای ما مزوران گرامی با بهترین کتاب که الله تعالی برای ما داده، بهترین امت ما را قرار دادن، بهترین نبی برای ما هست، بهترین آیین برای ما هست، این آیین به این پاکی را گذاشته خود را شبیه کفار کردن، این بسیار کار اشتباهی است. نبی اسلام فرمودن، نبی اسلام تهدید کردن ابغض الناس الی الله ثلاثه،
سه شخص در نزد الله متعال مبغوض‌ترین اشخاص هستند. سه گروه هستند، سه اشخاص هستند. این سه گروه یا سه جماعت یا سه نوع از مسلمان ها مبغوض‌ترین اشخاص در نزد الله متعال هستند. اول ملحد فی الحرم، اون شخصی که در حرم کعبه، در کعبه مکرمه، در اونجا دنبال بیدینی هست، دنبال زور و ستم به دیگران هست، این شخص از مبغوض‌ترین اشخاص در نزد خداوند متعال است. و دوم و مبتغ فی الاسلام سنت الجاهلیه، کسانی که در اسلام به نام مسلمانی به دنبال احیا کردن ارزش‌های جاهلی و رسوم کفار و عید و کفار هستند، این شخص از مبغوض‌ترین شخص در نزد الله متعال است. و مطلب دم امرئ بغیر حق لیحرق دمه، اون شخصی که به ناحق دنبال کشتن شخص دیگری هست، این سه شخص از مبغوض‌ترین اشخاص در نزد الله متعال هستند. و دومین شخص همان شخصی شد که به نام مسلمان در اسلام به دنبال احیا کردن ارزش‌های جاهلی کفار یهود و نصارا هست. لذا دوستان عزیزان محترم، هر قوم برای خودش عیدی داره، روز خوشی داره. اصحاب کرام رضی الله عنهم وقتی به مدینه تشریف آورده بودن، اینا 2 روز قبل از اسلام روز عید داشتن برای خودشون، روز خوشی داشتن. با اینکه مسلمان بودن، کافر بودن، با اینکه کافر بودن عید برای خودشون داشتن. بعد از مسلمان شدن به نبی خود اصلا پیشنهاد دادن که یا رسول خدا اگر اجازه بدین ما همون 2 روزی که قبل از این در اون روز به شادی می پرداختیم، اگر اجازه بدیم ما اون 2 روز را هم میخوایم عید بگیریم. نبی اسلام فرمودن که نخیر، این هرگز درست نیست. الله متعال برای شما 2 تا عید قرار داده، یکی عید فطر است و یکی عید قربان. و غیر از این در اهل سنت و الجماعت ما هیچ عیدی به نام عید نوروز یا عید ولنتاین یا نمیدونم فلان به هیچ عنوان در اسلام همچین چیزی قابل قبول نیست. بزرگداشت چنین روزایی این ایمان و نکاح مسلمان را به خطر میاندازه. لذا دوستان گرامی، اگر چنین مواردی از ما سر زده، خالصانه توبه بکنیم و دوستان دیگر را هم در این مورد آگاهی بدیم تا انشاءالله به این گناه بزرگ مبتلا نشن. و السلام علیکم و رحمت الله.